فصل دوم. آن زن مادر مکیل بود. گفتم پاملا، این نامی بود که هرگز بدون درد یا خشم و معمولاً هر دو به زبان نیاوردم. نامی که برای من به عنوان یک پسر بچه و حتی یک بزرگسال به این معنا بود که هیچ چیز در دنیا با هم جور در نمی آید. پاملا بزرگترین وحشت مکیل بود. مثل خنجری همیشگی در قلبش. پاملا را به محض دیدن نشناختم، چون قبلا او را فقط یک بار و گذرا دیده بودم. آن هم در مراسم تدوین مکیل. و همانجا هر آنچه قصد داشتم روزی به او بگویم گفتم. پرسیدم چی میخوای؟ میخوام باهات حرف بزنم. درباره چی؟ با حالتی عصبی آب دهانش را قورت داد و گفت همه چیز. تکرار کردم همه چیز. سرم را تکان دادم و گفتم ما هیچ حرفی نداریم که با هم بزنیم. ناراحت به نظر می رسید و جواب من او را متعجب نکرد. حق داری، اما من راه زیادی اومدم. لحظه‌ای به او خیره شدم و بعد کوله پشتیم را برداشتم. من هم همینطور. رویم را از او برگرداندم و از در هتل بیرون رفتم. شهر کاستر پر از گردشگر بود، ولی ترافیک روان بود. پیاده روها در امتداد کوه راشمور مملو از افرادی بود که از بناهای یاد بود بازدید می کردند. تصمیم گرفته بودم آن روز 20 مایل پیاده روی کنم و آماده خوردن صبحانه بودم. هرچند دیدن پاملا تا حدودی اشتهایم را کور کرده بود. باورم نمیشد برای پیدا کردن من آمده باشد. اصلا درباره چه چیز میخواست با من حرف بزند؟ حدود 100 متر که از هتل دور شدم برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم. در کمال ناباوری دیدم پاملا پشت سرم می آید. با حدود 1 کوچه فاصله و در همان سمت خیابان که من بودم. عینک آفتابی به چشم داشت و کیف بزرگ صورتی رنگی از شانه‌اش آویزان بود. چند قدم آن طرفتر وارد کافه سانگبرد شدم که کارمند هتل پیشنهاد کرده بود. کافه کوچک و شلوغ بود و درست زمانی که زنگ بالای در به صدا درآمد و پاملا وارد شد پیش خدمت داشت مرا پشت میز گرد کوچکی در گوشه کافه می نشاند. پاملا کیفش را 2 دستی نگه داشته بود و همزمان که منتظر بود تا جایی بنشیند دزدکی مرا نگاه می‌کرد. خوشبختانه پیش خدمت او را به سمت دیگر کافه راهنمایی کرد تا آنجا منتظر بماند. خوشحال بودم که سر میز من نیامد. اگر این کار را می‌کرد من حتما از پشت میز بلند می‌شدم. صبحانه‌ام را با اشتها خوردم. 1 کپه بلند پنکیک شیری، 2 تا نیمرو، 3 تا ورقه بیکن خیلی پخته و 1 فنجان قهوه. صورت حساب را پرداختم، کوله پشتیم را برداشتم و بیرون رفتم. پاملا هنوز پشت میزش نشسته بود در حالی که قهوه‌اش را می‌نوشید. با چشمان سیاهش مرا دنبال می‌کرد. به سوی دیگر خیابان رفتم و کمی به سمت هتل برگشتم و در مرکز شهر به طرف تقاطع 16 پیچیدم. در بزرگراه در جهت شمال به سمت مجسمه اسب دیوانه حرکت کردم. از کاستر تا بزرگراه بین ایالتی 90 بیش از 1 راه وجود داشت. اما تقاطع 16 از کنار آثار تاریخی رد می شد که طولانی تر اما جالب تر به نظر می رسید. از بالای تپه به شهر نگاه کردم. در کمال ناباوری پاملا آنجا بود و با فاصله 1/4 مایل به دنبال من می آمد. سرم را تکان دادم. واقعا قصد داشت دنبال من بیاید؟ مطمئن نبودم که شرایط جسمیش برای پیاده روی مناسب باشد. حتی کفش‌های مناسبی به پا نداشت. اگر فکر می‌کرد که می‌ایستم و منتظرش می‌شوم، سخت‌تر اشتباه بود. 3 مایل اول جاده بیشتر سربالایی بود و چیزی نگذشت که پاملا از من عقب ماند تا جایی که نیم ساعت بعد دیگر اثری از او نبود. نمی‌دانستم نظر مکیل راجع به این وضعیت چه بود. مادری که او همه عمر آرزویش را داشت مرا تعقیب می‌کرد. در 4 مایلی کاستر به خیابان سران رسیدم. هنوز شیفته اثر کورچاک بودم و همیشه خواهم بود. پس از میانبر کوتاهی به سمت در ورودی پارک رفتم. ورودی پارک $10 بود و نه وقتش را داشتم نه تمایلی تا این همه راه را تا محل آثار هنری بروم. پس همانجا ایستادم و از راه دور آنها را تحسین کردم. نمیدانستم آیا ساخت آن مجسمه عظیم در طول عمر من به پایان خواهد رسید یا نه. امیدوارم چنین باشد. حتی اگر پیر بشوم بی تردید برمیگردم و کامل شده آن را میبینم. ناگهان دردی در قلبم احساس کردم.
از فکر پیر شدن بدون مکیل سخت احساس تنهایی کردم. به سمت بزرگراه برگشتم و راهم را از سر گرفتم. جاده بعد از مجسمه اسب دیوانه بسیار سرازیری بود و شانه‌های جاده پهن بودند. تعدادی ساختمان در طول راه بود و یک هلیکوپتر امداد که به سمت آثار هنری می‌رفت. در شهر پنینگتون توقف کردم و ناهارم را از کوله پشتی درآوردم و خوردم. یک سیب، یک تکه گرانولا، همبرگر کمی له شده و ساندویچ سوسیسی داشتم که روز قبل از فروشگاه کاستر خریده بودم. همینطور که مشغول خوردن بودم با همان عصبانیت همیشگی به فکر پاملا افتادم. نمیدانستم قبل از اینکه برگردد چقدر راه رفته یا اینکه چطوری مرا پیدا کرده. فکرش را از ذهنم بیرون کردم چون عمیقاً نفرت داشتم که مرا تعقیب کند. نهارم را تمام کردم و دوباره به جاده برگشتم. چند ساعت بعد شرایط برای پیاده روی عالی بود. جاده صاف با آسفالت تازه سیاه رنگ. شانه‌های عریض جاده، هوای تمیز و محیط کوهستانی زیبا، چیزی که بعد از راهپیمایی طولانیم در خرابه‌های وایومینگ شرقی قدر آن را بیشتر می‌دانستم. هنگام غروب بود که ماشینی پشت سرم کنار جاده ترمز کرد و صدای خرد شدن سنگریزه‌ها زیر لاستیک‌هایش به گوش رسید. یک شورلت فیروزه‌ای کهنه با باربند همرنگ خودش در حدود 15 متری من توقف کرد. در سمت مسافر باز شد و پاملا پایین آمد. به راننده چیزی گفت و کیفش رو روی دوشش انداخت و دنبالم به راه افتاد. به اندازه مکیل سرسخت بود. شاید سماجت هم ارثی باشد. اگر مکیل چیز را می‌خواست تا زمانی که به دستش نمی‌آورد دست بردار نبود. بعد از رفتن شورلت پاملا فریاد زد: آلن، ما باید با هم حرف بزنیم. بی این که به او نگاه کنم فریاد زدم: نه، ما حرفی نداریم، دست از سرم بردار. قدمهایم را تندتر کردم. ساعتی بعد که به هیل سیتی رسیدم دیگر اثری از او نبود.